هللویا. سلام و صبح بخیر. روز جمعه به همه شما عزیزان خوش باد و بگذارید به سراغ کلام خدا بریم امروزم و با نام پاک مقدس عیسی خداوند، خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، سرور تمامی این عالم، تمام بندگان عالم آغاز کنیم، چون هیچ نامی بالاتر از نام عیسی خداوند نیست و در این آسمان، در زیر این آسمان به ما داده نشده. هللویا. این کتاب مقدس انجیل افغانی جلوی منه، بگذارید اونو به اتفاق باز بکنیم و خودم بی صبرانه منتظرم که ببینم امروز عیسی خداوند در کلامش ما رو میخواد چه بگه و بگذارید به سراغ این نام که اعظمترین نام هاست و بزرگترین نام هاست بریم و هدایت بشیم. هللویا. پس بگذارید باز بکنم. اوه بله، ببینید چه زیبا اومد. بیایید نزد من. هللویا. در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته اید. ببینید، خداوند دنبال کسی نمیگرده که پولدار باشه و مغرور باشه و به پولش بنازه، یا کسی که هوش سرشاری داشته باشه، دانشمند باشه، دکتر باشه، تحصیل کرده باشه. به همچین آدمایی خداوند اصلا اهمیت نمیده که بخواد دنبالشون بره و ازشون استفاده بکنه که بیان آدمهای نادانو در امور خدا هدایت بکنن. ولی برعکس از نادانان استفاده میکنه، از کسانی که مغز سرشاری ندارن و ساده دل هستن. بهشون اون کلامو میده، اون روح خودش که روح القدوس باشه درشون مینهه و اونجا میگذاره که هدایتشون بکنه و اینجور آدم ها رو خداوند انتخاب میکنه و اون امورش، اون دانشش و اون بهشتش و اون قدرتشو و اون کارهایی رو که خداوند میتونه انجام بده و خالق یکتاست، همه رو به انسانهایی نشون میده که از مغز تویی هستن. مثلا مثل من، هیچ هوشی ندارم، هرچی میخونم یادم میره و هیچ علاقه هم به درس ندارم، ولی استعدادی در من گذاشته نهفته که هرچی را یک بار در کلام خدا میخونم اونو تا ابد، تا روزی که بر روی زمین هستم با خودم هم میکنم و حفظ میشه. یعنی همون بار اول که میخونم اون در من کاشته میشه، اون کلام خدا، و هرگز هم بیرون نمیره. ببینید، پس خداوند دانشش از خردمندان پنهان نگه داشته و به آدمای ساده دل آشکار ساخته. آری ای پدر، اینجا عیسی خداوند داره دعا میکنه به پدرش. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پس ادامه میده و میگه که بله خدای عزیزم، پدر من، خدای تمامی این انسانهایی که خلق کرده ای، تو تمامی قدرت خود را از آدمهای زرنگ، ناقلا
و خیال میکنن با هوشن و همه چی رو میدانن و درس خواندن، تحصیل کردن، پنهان ساختی. حتی به وجودت شک دارن که آیا واقعا خدایی هست یا نه. و اینجا داره تشکر میکنه عیسی خداوند در دعا به خدا که فرستاده پسرشو بیاد به روی زمین و به آدمهای ساده دل، آدمهای بی آلایش و بی شیله پیله درس بده و از حکومت خدا بگه و آمدن ظهور خدا بگه و از اینکه بعد از مرگ ما وقتی مردیم چه به سر ما میاد، یا وارد بهشت میشیم یا وارد جهنم میشیم که خودمون انتخاب بکنیم. پس ببین اینا همه رو در میان ساده دلانی که انتخاب کرده خداوند همه اون خواستشو گذاشته و عیسی خداوند هم داره اینجا تشکر میکنه از خدا به خاطر هوش سرشارش، به خاطر انتخاب درستش و ادامه میده پدر همه چیز را، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد و هیچ کس پدر را نمیشناسد بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. پس ببینید هیچ کس خدای واقعی رو نمیشناسه، فقط عیسی خداونده که میشناسه و تمامی امور بهشت و هر چیزی که در این دنیا هست و هر چیزی که به خدا تعلق داره به عیسی خداوند سپرده، برای اینکه تنها عیسی خداونده که خدای پدر را دیده، حتی فرشتگانش هم ندیدن و هیچ کس تا حالا ندیده. و میگه که هر کس که عیسی خداوند رو بشناسه خدا رو میشناسه و هر کس که به خدا تعلق داشته باشه و خدا رو بشناسه پس پسرش رو هم میشناسه. میگه وقتی اینها همه کسانی که هم پدر را شناختن و هم پسر را میشناسن، بعد میگه پسر اینجا واسطه میشه و حضور خدا و خودشو بهشون نمایان میکنه و میشناسونه و بهشون نشون میده که اون ایمانی که به عیسی خداوند آوردن درسته و تنها خدای خدایان و پادشاه پادشاهان عیسی خداونده. هللویا. و ببینید چقدر قشنگ در دعا داره دعا میکنه ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامش خواهم داد. میگه که البته اینجا نوشته من به شما آرامی خواهم داد، من اینو تصحیح کردم و اون ترجمه خودم رو گذاشتم آرامش. و بله عیسی خداوند میگه ای زحمت کشان و گران باران، میگه شمایی که کارگر هستید کار میکنید و نون حلال از بازوی خودتون در میارید بدون اینکه دزدی بکنید و یا اینکه مال دیگری رو به چشمی داشته باشید و اگر قرض یک کسی بگیرید قرضشو بهش پس میدید، کار میکنید و پولشو بهش پس میدید و پول کسی رو نمیخورید و همیشه از بازوی خودتون نونتون رو میخورید. میگه برای من شما زحمتکشان خیلی با ارزش هستید، گرانبها هستید، پس به نزد من بیایید که من تنها کسی هستم که میتوانم به شما صلح و آرامش بدم. و به زبون برادران و خواهران افغانی آرامی خواهم داد. آمین. و چنین ادامه میده یوق مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و بی کبر هستم
و جانهای شما آرامی خواهد یافت. پس بگذارید من اینو خودم چیز بکنم، ترجمهش بکنم از انگلیسی که قشنگ یادمه وقتی من اینو خوندم. عیسی خداوند اینجا چه گفت؟ عیسی خداوند میگه ای زحمت کشان به نزد من بیایید که من به شما آرامش خود را خواهم داد. ببینید آرامش خدا، آرامش خود که بین خودش و خداست. و میگه من اینو به آدمهای ساده دل و بی تکبر میدم. و میگه وقتی شما اون بار مرا که بار صلح و آرامش و برکته، چون من هیچ باری به جز این بار ندارم، بار گناهی ندارم، بار نفرینی ندارم که بر دوش شما بگذارم. میگه این بار برکت، این بار آرامش و صلح که شب راحت بخوابی، هیچ خوابای آشفته نبینی و وقتی از خونه میای بیرون هیچ خطری تهدیدت نکنه، نه خودت نه زن و بچه‌تو، و هیچ کس برای زن و بچه‌ت، زن و دخترت و پسرت نقشه های شوم شیطانی نکشه. من همه رو باطل میکنم. میگه اینا همه در اون بار منه، در یوق منه که من اینو به تو میسپارم، به تو میدم. و میگه اینجا میگه زیرا یوق من حفیف، زیرا یوق من حفیف و بار من سبک است. و اینو اینجا در آخر آورده، در حالی که در انگلیسی اینو اول میاره. و من قشنگ یادمه همونجور که بهتون گفتم عیسی خداوند میگه بار من، یوق من خیلی سبکه و حفیف. به زبون افغانی من نمیدونم چی میشه، ولی اون ترجمه رو که من خوندم میگه میتونید حملش بکنید و قابل حمله و خیلی هم سبکه و به هر کسی آسان داده نمیشه. برای اینکه اگر شما کوچکترین کار شیطانی رو انجام بدید دیگه به دنیای تاریکی شما تعلق دارید و این بار سبک عیسی خداوند از روی دوش شما برداشته میشه و شما نمیتونید حملش بکنید و به جاش اون بار نفرین و گناه که سنگینه و نمیتونید واقعا حملش بکنید و خیلی ها در این موبین خودکشی میکنن بس که این بار سنگینه و غیر قابل تحمله و نمیتونن دیگه تحمل بکنن. ببینید اینجا گفتیم که کلام این بود که اگر به نزد عیسی خداوند بیایید، پس ببینید قبل از اینکه شما به نزدش بیایید خودش به روی زمین آمده، خودشو معرفی کرده و به ماها گفته، به شماها گفته که کیه و خدا کیه. میگه شما نمیتونید برید پیش خدا، باید اول منو بشناسید. میگه اگر منو نشناسید خدا رو نمیشناسید و اگر خدایی رو که شما فکر میکنید میشناسید که نمیشناسید، برای اینکه اگر میشناختید پس من هم میشناختید. پس ببینید امروز وقتی ما به مسلمان ها میگیم عیسی خداوند خدا خداست، میگن نه استغفر الله، این چه کفری میکنی؟ عیسی علیه السلام یک پیغمبر بود. پس ببینید این بار صلح آرامش عیسی خداوند شامل همچین شخصی که با همچین طرز تفکر مسلمونی که الان من مثال بزنم اینو میگه و حال روزشو ببینید. مثلا بذارید من یک مثال ساده، بذارید دو مثال بزنم براتون. یکی این که در ایران خودمون همه کوچکترین فرصتی هر کس گیرش بیاد میخواد از اون کشور فرار کنه و بزنه بیرون. این یک. دوم
امروز در کشور فلسطین که اومد گول مسلمون ها رو خورد، یعنی گول اون چلاق دست خامنه‌ای دروغگو رو خورد و گفت که برید جلو حمله کنید، ما پشتتونیم. و وقتی حمله کردن الان پشتشون رو ول کرده و جرئت نمیکنه حتی بگه ما به اینا سلاح دادیم و تشویقشون کردیم، حتی جرأت اونم نداره. میگه کی بود من نمیدونم. حالا میخوام اینو بهتون بگم، همه مسلمان ها بیرون گود نشستن، ما مسلمانیم، پشت فلسطینیم. خوب گوش کنید. حالا همه رو زده داغون کرده، تقریبا داره از رو نقشه جهانی هم غزه رو محو میکنه و الان که اومده داخل غزه رو گرفته، مسلمونا نمیخوان به کشورهای مسلمون نشین دیگه پناهنده بشن و حاضرن در خود فلسطین بمونن و کشته بشن، ولی به کشورهای مسلمون نشین پناهنده نشن. حالا نزدیکترین مرز به غزه لبنان و مصر و سوریه است که در مرزشو بسته، میگه ما هیچ فلسطینی رو اینجا راه نمیدیم، ولی اونایی که توریستن و یا اینکه در اونجا زندگی میکنن، مسیحی هستن، استرالیایی هستن، آمریکایی هستن، فرانسوی هستن، آلمانی هستن، خوش آمدن. همه اونا رو به خرج خودمون ما میاریم و بهشون جا و مکان میدیم و ازشون مراقبت میکنیم در کشورمون. ببینید خب اون تناقض رو میبینید در مسلمان بودن، اون درویی رو میبینید، اون بار گناهی که بار شیطان بر دوششونه، چه گمراهشون کرده، در تاریکی نگرشون داشته، خرف شدن، فکرشون کار نمیکنه. و اینجا الان من دیشب اخبار رو گوش میکردم، اسرائیل داره به مصر میگه، به سوریه میگه این فلسطینی ها رو پناه بده به کشورت، در مرزتو باز کن و اینا رو پناه بده. ببینید اسرائیل داره بهشون امر میکنه و بهشون میگه اینا رو پناه بده. اونا میگن نه ما پناه نمیدیم. همه به غیر از هر کس به غیر از مسلمان. پس ببینید برادران و خواهران، این مسیحی که ما باید به نزدش بریم. حالا با این توضیحاتی که دادم، اگر میخواهید واقعا قلبتون رو به عیسی خداوند بدید، به جلو این لنز کامرا وایسید و بعد از من تکرار کنید و قلبتون رو به عیسی خداوند بدید و نجات دریافت کنید. آمین. ای پدر مقدس، در این روز جمعه به حضورت آمده ام، در این ساعت از زمان که یک شخص گناهکار بوده ام تا این لحظه و هستم، به حضورت آمده ام تا از گناهان خود توبه کنم و تمامی این بار گناهانم را به دوش پسرت عیسی مسیح بگذارم و بار صلح و آرامش او را که سبک است و میتوانم و قادر به هم کردنش هستم بگیرم و با خودم هم کنم و از این لحظه به بعد من از گناهان خود توبه می کنم، زیرا به عیسی خداوند تعلق دارم. آمین. اینو گفتید، الان دیگه شما در ملکوت خدا اسمتون نوشته شده. اسمتون از اون کتاب گناه، از اون کتاب داوری که باید فردا داوری بشید و اون کتاب رو باز میکنه و اسمتون رو میخونه و گناهانتون رو بهتون میگه و میفرستتتون، قضاوتتون میکنه، میفرستتتون در جهنم تا ابد زندگی کنید. پاک شده و امروز در کتاب زندگی، حیات ابدی نوشته شده و ما اینا همه رو مدیون عیسی خداوند هستیم. تشکر عیسی خداوند. پس بگذار یک بار دیگه به حضورش بریم، این دفعه برای شفا و سلامتمون. اونهایی هم که قلبشون رو به عیسی خداوند ندارن، هیچ اشکال نداره. این خدا کسی که تو رو آفریده و میدونه الان تو در چه زجری هستی
و در چه موقعیتی قرار داری و در چه شرایطی داری زندگی میکنی و به زندگی ادامه میدی و میدونه حتی مرگ تو هر ثانیه خدا میخوایی. پس بگذار به حضورش بریم و شفا دریافت کنیم. آمین. برای اینکه هدیه خداست و ما هیچ احتیاجی نیست پولی بابتش بدیم، فقط دهنمون رو باز کنیم و ازش بخوایم و بهمون میده. اینو ما مدیون عیسی خداوند هستیم، زیرا شفا در نام عیسی مسیح به ما داده شده. آمین. پس ای پدر آسمانی، همانطوری که عیسی خداوند پسرت به ما فرمود جایگاه تو، عدل تو در دل آسمان هاست، با این مریضانی که امروز به حضورت می آورم و این اسمی که می خوانم به لب می آورم که سرشار از مریضیه و نفرین شیطانه، ازت میخوام این مریضی ها رو همه رو در نام عیسی خداوند که من به زبون میارم شفا بدی و هر کسی هم که هر مریضی داره خودش اون مریضیشو نام ببره و شفاشو دریافت کنه، زیرا الان حضور عیسی خداوند خدا یکتا اینجاست. آمین. و روح القدوس روح خدا الان اینجا ناظره که همه شما رو دست بزنه و لمستون کنه و شفاتون رو بده. آمین. مریضی کرونا که الان در ایران زیاده، من در نام عیسی خدا اونو خشکش میکنم، خشک شو و اون باقی مانده آثار ناچیز تو که ضعیف شده الان در نام عیسی خداوند اون شخص ببر بیرون و برو بیرون. آمین. و بیرون رفت. مریضی پادرد، پوکی استخوان، کمردرد، دندون درد، سردرد و دلدرد و کسایی که استخونشون شکسته، مثلا استخون جمجمه، سرطان از هر نوعش، سرطان سینه در خانم ها که امروزه خیلی از این زنها رو میکشه در سرتاسر دنیا، و چشم درد و کسانی که کولیه‌شون خرابه یا سرطان کبد. خداوند خوش شو و از اون شخص برید بیرون، برای اینکه در نام عیسی خداوند من امر میکنم شما در این شخصی که الان میخواد شفاشو دریافت کنه و عیسی خداوند رو به عنوان شفا دهنده خودش بر نامش میخونه، اونجا شما جایی ندارید، اتاقی بهتون داده نشده. برید بیرون و برو بیرون. و بیرون رفت. تشکر عیسی خداوند. و هر کس هم که هر مریضی داره، پدر مقدس این مریضیشو که الان نام میبره، نام ببر و من در نام عیسی خداوند وسادت میکنم و امر میکنم شفا رو دریافت کن، شفا رو دریافت کن، شفا رو دریافت کن و اون مریضی که هر چه که هست شفا یاب. و شفا دریافت کردی. آمین. پس تا هفته که یک محل دیگر رو براتون انتخاب میکنم. همه شما عزیزان را به عیسی خداوند میسپارم و جمعه خوبی براتون آرزو دارم. آمین. هللویا.